در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا، سه تا صدا میزنه: هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع. آیا سوال کننده ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده ای هست که پی برده به اشتباهش، من اشتباهاشو نادیده بگیرم؟ اگر کسی 5 تا شب قدر در 5 رمضان نصیبش بشود، 5 8 تا 40 تا 415 سال، بعد میگین عمر ما کوتاه است. یک شب 83 سال به خدا نزدیک میشوید. و بهترین دعایی که در شبهای قدر انسان از خدا میطلبد این دعاست: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. برادرمون عبدالستار سماق چه خوندن؟ دلت را خانه من کن، دلت را خانه من کن. کی داره میگه؟ شما فکر میکنی این خانه خداست؟ همین ستون، این چوبا، این سنگ و گل و خشت خانه خداست؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خانه خدا میدونید کجاست؟ دل بندگان خدا. از خدا من معذرت خواهی بکنید، چیزی دیگر مطالبه نکنیم. نطلبیده خدا داده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی. خدایا قربون کرمت که جمعمون جمعه، سفرمون پهنه، غذامون گرمه. میدونم از اون بالا حواست به سفره همه هست. نذار هیچ بنده تو هم پاس بمون و سفرش خالی باشه، تا ما هم که به نگاه سفرمون رنگینه بتونیم راحت بخوریم. الهی آمین.